هشتمین کمپاین سالانه انجمن دکتران افغان در ایالات متحده آمریکا که مسمی به امپا می باشد به روز شنبه در ایالت ویرجینیا برگزار شد. در این گرد همایی تعداد دکتران افغان، نرس‌ها و رضاکاران از سراسر آمریکا اشتراک داشتند و چگونگی عرضه خدمات صحی به نیازمندان را مورد بحث قرار دادند. فعالیت‌های این انجمن عرضه خدمات صحی رایگان برای افغان‌های مقیم این کشور، ترویج آگاهی، گسترش صحی در بخش‌های امراض ساری یا اپیدمیک، واکسیناسیون با خصوص بیماری‌های پولیو، اینفلوئنزا و دیگر بیماری هاست. همچنان این انجمن روی همکاری با سکتور صحی در افغانستان نیز فعالیت می‌کند که شامل گشایش تلمدیسن یا تداوی از راه دور برای افغان‌ها و تفاهم بین وزارت صحت عامه افغانستان جهت فراهم آوردن سهولت برای دکترای افغان مقیم امریکا جهت کمک در بخش صحت عامه در افغانستان است. یک پروگرام به نام گلو. این پروگرام است که کوشش میکنن سال 4 شاگردایی که از تپ هستند در افغانستان بیارن امریکا برای 5 هفته یک روتیشن به نام کلینیکال روتیشنز بیارن و تجربه خود پیش ببرن. این پروگرام است که از طریق AAMC، این مدیکال ارگانایزیشن که در امریکا هستن، کانترکت شروع کردیم که در اولین مکتب افغانستان که در قندهار مدیکال اسکول است. در این گردهمایی مقامات اداره انکشافی ایالات متحده، پوهنتون نووا و مؤسسات دیگر نیز اشتراک داشتند. انجمن دکتران افغان در ایالات متحده در سال 1989 تأسیس و از سوی وزارت خارجه ایالات متحده با تغییر نام امپا من حیث یک مؤسسه غیر انتفاعی به رسمیت شناخته شد.